تو باید گردن بگیری. من هیچی رو گردن نمیگیرم، کاری نکردم که بخوام گردن بگیرم. بله کاملا حق با شماست. بابا اون گوشی میدی، بعد زنگ بزنم به مریم. نمیگی میدونم صحبت میکنم. بعد چی میخوای زنگ بزنی بهش؟ من بهش خیانت کردم بابا. چیکار کردی؟ دیشب با پرهام خوابیدم. من بعدا با شما صحبت میکنم. ما فقط کنار هم خوابیدیم. تو پیش پرهام خوابیدی چون رفیقته. این خواب با اون خواب فرق داره. آره میتونم، ولی ما لخ شدیم. دیشب بابام کولر رو خاموش کرد، فقط گرممون بود، لباسمون رو در آوردیم. اینجاشو دیدم. من یه خرابم و مریم باید بدونه، چون لیاقتش بیشتر از ایناست. چی اهمیت میده؟ چی داری میگی تو؟ قضیه بیشتر از اینه، ولی من نمیگم چون آقا گردن نمیگیره. بازی کثیف رو تمامش کن، تو یه پسری. من حاملم بابا. نه خیر، تو حامله نیستی. تو لگد زد بابا بزرگش. میخوای حسش کنی؟ بیا دستو بزن اینجا. بیا دستو بزن. خجالت بکش، داری آبروی خودتو میبری. چون بابای پوفیوزش گردن نمیگیره قرار نیست من بچه‌مو بندازم. من پوفیوز نیستم. بابا بزرگی حمایتمون میکنه، درسته؟ تو حامله نیستی. تمومش کنیم مسخره بازی تو. اگه حامله نیستم پس این چیه تو دلم؟ نمیدونم، حتما غذا زیاد خوردی. اون فکر کنم کیسه آب بچه پاره شد. زنگ بزنیم اورژانس. کیسه آب نبود، جای دیگه پاره شد.